امروز ما یکی از طعام‌های خیلی قدیمی که به نام روبیج مشهور است آماده میکنیم. ما روغن زردی تیار کرده شده داریم. این رو انداخته میتسبانیم. بعدی روغن انداختن ما قایماق رو، یعنی که قایماقی روی شیر رو گرفته در آن میاندازیم. آبی قایماق قاق میشود. در وقتی تیار کردن نشان میدیم. مالیدن اوماچ هم یک مهارت است. وقتی که آبش بسیارتر شد این خمیری کلان کلان می شود. باید که همین هم درست آبش درست تا معیاری در کاری استفاده بریم. بعد طرز مالیدنش هم باید که درست استفاده مالیم. نه اوماچی و مالیده ما آماده شدن. اکنون آن رو می توانیم آغاز کنیم که به دیگ چگونه علاب میگذاریم و چگونه طرزی پختن آن رو نشان دهیم. روغن ما چینه که همون آماده کردیم، مثلا روبیج رو، یعنی همون اوماچ رو که آماده کردیم، این روغن به مقدار همون است. روغن که تسبان شد بعد ما در روغن قایماقی روی شیر را قوش میکنیم. این از خودش کمتر آب پیدا میکند، تگش درشتک میشود و آبش قاق میشود. بعد وقتی که آبی این قاق شد ما به وی اوماچی مالیده شده تیار کرده خودمون را به این میاندازیم، میزیربانیم. وقتی که زیرباندیم وی سرخ شد به وی کمترک پیاز آمیخته میکنیم. پیاز رو هم به مانند وی سرخچه تابک میکنیم. روغن ما تصفیه در اینجا قایماقی آماده کردمون رو میانزیم و ندوردکش که تیار شد آماده شد ما و اوماج رو میانزیم. علوبا ما کمتر بلند شد، علوبا کمتر پستر میکنیم برای که علوبی بلند این دوست نمیدارد این طعام. این روغن زرد وقتی که جوش به می بیاد خودش به همین طرز می شود، کف میکند. یعنی ما با این پیاز رو الوه میکنیم. آمیخته میکنیم. پیاز رو الوه میکنیم با این. پیاز که کمک سرخ می شود رنگ همون باید آب الوه میکنیم. پیازی ما تفت دادیم سرخ شد ما با این آب الوه میکنیم. روبیج ما آماده شد. اکنون پودینه میانزیم. رو انداختیم، کمک دم میپرتیم، در طبق میکشیم. آماده شد ما این خوراکمون رو در طبق میبریم.